چند تا نکته کلیدی راجع به تخم مرغ نطفه دار. اولا که ما از کجا بفهمیم که تخم مرغ نطفه داره؟ آیا نیاز به دستگاه خاصیه یا نه؟ خیر. وقتی که ما نسبت نر و ماده رو در گله‌مون رعایت کنیم که این نسبت در گله‌های عمده و بزرگ مرغ بومی گلپایگان یا جهادی 10%، یعنی شما به ازای هر 10 تا مرغ یه دونه خروس نیاز دارید که حالا اگر گاهن این سن بالاتر رفت، بالاتر از 1 سال 1 سال و نیم شد، این رو باید به 1/8 کاهش بدید. وقتی نسبت نر و ماده رعایت بشه، وقتی گله ما در صحت و سلامت کامل باشه، وقتی تغذیه مناسبی دریافت بکنه، وقتی واکسیناسیونش اوکی باشه، این یعنی تضمین بالای 90-95% نطفه. خب حالا ما 100 تا تخم مرغ داریم، 95 تاش نطفه داره. حالا این عدد تخمینه، ممکنه بالاتر از اون رخ بده. بالفرض مثال که 100 وجود نداره، ما میگیم 90 تا 95. آیا هر تخم نطفه داری به درد جوجه کشی میخوره؟ خیر. تخم مرغی رو که در فرضیه انسانی حالت بیضی داشته باشه، قسمت پهنی بالا و تیزی پایینش کاملا قابل مشاهده باشه، وزن بین 50 تا 60 گرم باشه، از 50 پایین تر نباشه، از 60 گرم بالاتر نباشه، مناسب ترین تخم برای جوجه کشیه. حالا تخم مرغایی که بیش از حد و اندازه درشتن، بیش از حد و اندازه ریزن، تخم مرغایی که پوسته گچی دارن، تخم مرغایی که مثل این نمونه نافرمن، اصطلاحاً کمرشون خمیدگی داره، تخم مرغ‌هایی که پوست نازک هستند، بیش از حد گرد هستند، بیش از حد سوزنی شکل هستند، از قسمت استاندارد خارج میشن.